کدام مشکل نیست. اونا یکی که میگن مقاومتگر است و دیگه است نه مقاومتگر نه چیزی است. اونا در تعداد بسیار کثیر کمی اینا دزدا هستند. اینا نه مقاومتگر هستند و نمیتونن که یا بدخشان یا خصوصا افغانستان یا مردای سفری ما را به حساب اینا ملغا کنن و به حساب تصرف بگیرن. اینا این کار را کردن نمیتونن به خاطر اینکه مردمای یا چند تا مردمای دزد است. کسایی است که به حساب در ایران بود، در دیگر جا بود، قمارباز بود یا که چرسی بود، بنگی بود، اون مردم هستن. او کسی نیست که او به منطقه را بگیره و منطقه را زیر تصرف بگیره و به حساب کار بکنه و به حساب منطقه را بگیره نمیتونه. اونا دزدا است، 4 تا دزد است. آمد همینجا 4 در همینجا یک قبو کشی که به یاری پروردگار و کمک الهی مجاهدین به ضربه سنگین زد که به حساب در این طرف که در چند تا اینا مردار شدن، در اون طرف که با قماندانشون مردار شد. دیگه اینا نمیتونن که در منطقه را به حساب تصرف بکنن و در منطقه سکونت بکنن. به یاری پروردگار دیگه هیچ وقت این مجاهدین به حساب امارت اسلامی مجاهدینی است که هیچ وقت اونا در اینجا هر چقدر قوه زیاد هم داشته باشن که پاکستان هم قطعشون باشه به یاری پروردگار همین مرد سفری ما این طرف ترشیدن نمیتونن به یاری پروردگار. و این مجاهدینی که در اینجا میبینیم در بالا میره میبینیم این مجاهدینی است که اولی انقلاب تا برمیان به حساب خود کلونی که بوده به حساب در خط نبردش به حساب دفاع کرده و بوده و جنگیده و اینا تا قطره خونشان هم بجنگن و خاکشان دفاع میکنن. هیچ تجاوزگری در خاک تجاوز کردن نمیتونه. این صاف اطمینان میده.